هما اکتین اجتماعی کردستان ده حکومت هرما کردستان دا هیرشا نراویا السروک جوات وزیرین هرمه لسر اکتی رات کرد نامه که نرازیبون آرستکرو ات پیامک دارا گهاند. اکتی طاقم دستانی نو حزبه که خبات کرده و دیجی دو ادارهی الهرما کردستانه. لاهور شیخ جنگی هفسروک اکتین اجتماعی کردستان لیکن که داد دیگل حسن کعبی جگیره اکی سروک پارلمان عراق و شانده دیگل دا گودی نابید بابت موچه و بودجه هرما کردستان بهت به سیاسی کرنو سرا سیاست که ندرست خلق کردستان بهت سزادان. در راگهاندنه که دا فریگه ها نیو دولتی سلیمانیه وک ریکارک بخو پرستن جی ویروس کرونا درشکنا دم راگتنا گشتت آسمانی حتی روژا 24 و هیوه راگهاند. دیار شکر اف بریاره جی فروگن هیوا سرو سروازی و هاورهاتنه و باری ناگریتن. عباس علیوی اندام جواتانونرین عراقی جی فراکسیونا سائرون راگهاند بریاره بری به دومایی هاتنا دم دستوری مصطفی کاظمی کابینا خوی وزاری پیشکشی پارلمانی بکردن لیچه وزیر بو وزارت نسیادی نهاتینه دانان او بابته بوده مکدی هاده باش اخستن. فرمانگاه پیوندین دروین هرما کردستان راگهاند به هاریکاریا وزارت درویا فدرال 107 حولاتین هرمه جه آلمانیا و 163 دی اج بریتانیا بو هرما کردستان هاتنه زفراندن 14 روژان دهینه کرنتی کرن بو پشتراز بونه جه سخلمیاوان. فرمانده اپراسیون بغداد راگهاند لی بیستکا هیزین امناهین عراقی دا تروریستکی مترسیدار بناوه ابو حفص الگنده البعبدو لقضا تارمیه الباکور باجار بغداد هاتیه کشتن. پیامنر دزگه میدیای بادینان لی آکره دیار کر دوهی ساعت 6 ایواری گنجکی 25 سالی برای خو خندقاندنه دو ماهی بجیان خو اینایه به هنده اگر توی خو کشتنه به نزانین. جوان مصطفی هفسروکا دستیا روبریا ساخلمیا خواه روبریا روژاوای کردستان راگهاند. لقامشلو روژاوای کردستان کسی که به ویروس کرونا گیان خوش دزدایه خلکی باجار حسکیه. فخردین کوچا وزیر ساخلمیا ترکیه راگهاند لی 24 ساعت بوری دا 126 کسندی لی ترکیه به ویروس کرونا مرینه. 4769 کسندی توشیوی ویروسی بوینه. به هجماره جی امریان لی ترکیه گهشته 1769 کسان. انتونیو گوترس سکرتری گشتی نتوید اگردی دی بیجیدن بو برهنگار بونا ویروس کرونا و کم کرنا کاریگری دوید آبوری. افریقا پیتوی به 200 میلیارد دلار نه گوتی جبروی ویروسی چندین ولاتین هجارین وی کشوری توشی کشین هزم بوینه.